دادگاه شهر ترمز روز 27 ایول سال 2023 حاکم سابق این شهر واقع در جنوب ازبکستان اسرائیل خدایبردیف را به 11 سال زندان محکوم کرد. دادگاه شهردار سابق را در تصرف مبلغ و سوء استفاده از منصب و مقام، گرفتن پاره، شستشوی پولها بارای جنایی به دست آورده گناهکار دانست. همراه خدایبردیف در پرونده پرسر و صدای ساختمان مرکز سودای یشیل دنیا با 16 منصبدار و صاحبکار و مسئولان شرکت‌های ساختمانی به جوابگری کشانده شدند. برخی آنها با جریمه خلاص خورده، برخی دیگرش محکوم به زندان شدند. دوستان کل ازبکستان قبلا ضرر به دولت رسیده از اعمال اسرائیل خدایبردی و زیردستان او تنها از حساب تصرف مبلغ‌ها در مرکز سودای یشیل دنیا را 35.6 میلیارد سوم یا 3 میلیون دلار برآورد کرده بود. اما نزدیکان محکوم شدگان پرونده را فرمان از بالا می شمارند و می گویند بعد برکناری رئیس سابق دستگاه پرزیدنت ازبکستان زین العابدین نظامیدینوف، همه وزیران و حاکمای به او نزدیک برکنار و یک قسمش بازنشسته شدند. معاونان اسرائیل خدایبردیف معمار یکش با جریمه خلاص خورده از تالار دادگاه آزاد کرده شدند. چند متهم دیگر از جمله رهبران شرکت‌های ساختمانی چند سالی حکم زندان گرفتند.